بن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. رواه أبو يعلى في مسند. حدیث امشب درباره خصلت‌های اخلاقی بلند و زیبای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به اصحاب و محتاطانش. حضرت انس میگوید شیوه مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که هرگاه یکی از اصحابش کلمه برادران بکار رفته من اخوانی، یعنی مسلمانان را که با همراه رسول الله بودند اصحاب، وقتی یکی را نمیافت فقط 3 ایام 3 روز کسی را نمیدید، 3 روز گذشت و فلانی پیدا نیست، آن حضرت صلی الله علیه وسلم حتما دربارش میپرسید این کجای؟ چرا او را نمیبینی؟ در جمع ما نیست. حالا 3 حال خالی نبود. اگر گفتن که یا رسول الله او اینجا نیست، سفری رفته، دعا میکرد برای او، برای غایبین دعای خیر میکرد، الله کارش را درست بکند، به خیر برگردد، مشکلی دارد الله مشکلش حل کنه، بیماری دارد بیمارش شفا بده، از این قبیل. 2 اگر همینجا بود و گفتن که نیامده مسجد، جمع ما ظاهر نمیشه، حضرت شخصا تشریف میبرد به خونهش و او را ملاقات میکرد و حالش را میپرسید. و اگر میگفتند که شون مریضه یا رسول الله، میگفت پس بریم عیادتش بکنیم. این اخلاق رسول الله و این سیره رسول الله. لذا برای ائمه یک الگوی قائم شد که مقتدیان را نمیبینن، همکاران، دوستان، همدرسان، اینا حامیله ها دیدیم یکی پیدا نیست، حتما از حال خالی نیست، این وظایف انجام بدیم انشاءالله. و صلی الله علی